خب به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه اعضای چنل. به دبیرستان ترید خودتون خوش اومدید. امروز قراره یک استراتژی توی بازار باینری آپشن رو با هم دیگه داشته باشیم. خب لینک ورود و ثبت نام بروکر باینری آپشن کوتکس داخل قسمت توضیحات ویدیو قرار داره. میتونید ثبت نام یا ورود خودتون از این لینک انجام بدید. خب بریم سراغ استراتژی که امروز قراره با هم دیگه یاد بگیریم. استراتژی امروز محوریتش تحلیل حجم و حالا با ابزار با دو نوع اندیکاتور قرار سیگنال بگیریم. نوع اولش مووینگ اوریج ها هستن. 3 تا مووینگ اوریج احتیاج داریم. مووینگ اوریج اول با تنظیمات WMA و عدد 7. رنگش قرمز، یک مقدار ضخیم ترش میکنیم. خوبه. خب یه دونه دیگه هم مووینگ اوریج میاریم، این دفعه خط رو آبی میکنیم. تنظیمات این یکی EMA هست و عددش 18. خب یک مووینگ اوریج دیگه هم نیاز داریم، مجددا خط آبی EMA و این باید عددش 25 باشه. بله. خب یک اکسیلاتور حجم هم احتیاج داریم که من قبلا اضافه کردم، ولی خب حالا یک بار دیگه با هم دیگه اضافهش کنیم که همه دوستان یاد بگیرن. قسمت اندیکاتورها اکسیلاتور تنظیمات دیفالت این درسته. خب استراتژی به چه حالت است؟ استراتژی خیلی ساده است و در عین حال میشه سیگنال زیادی با وین ریت نسبتا خوبی ازش گرفت. و تایم کندل ها دقت داشته باشین که باید روی 15 ثانیه قرار بگیره و تایم ترید ما 3 دقیقه باشه. تایم کندل 15 ثانیه و تایم ترید ما 3 دقیقه. خب استراتژی به این حالته که ما هنگامی که خط قرمز 2 تا خط آبی رو شکست و اکسیلاتور معکوس شد، ما در واقع سل میگیریم و معکوسش هم این که وقتی که مثلا اینجا من مثال سلش رو زدم یه جا که دارم خب به فرض مثال این خط قرمز بیاد این 2 تا خط آبی رو به بالا قطع کنه و اینجا اکسیلاتور حجم رو به بالا باشه و سبز به مثلا مثل اینجا، ما در جهت بای وارد معامله میشیم. توضیح استراتژی خیلی ساده بود و توضیحش همین بود. حالا یه سری ریز جزئیات داره که اونو در ادامه بهتون میگم. خب الان مثال بخوام خدمتتون بگم، اینجا قیمت شکسته، یعنی خط قرمز خط قرمز 2 تا خط آبی رو به پایین شکسته و همینطور اکسیلاتور تو این ناحیه قرمز و رو به پایین بسته. ما تو این ناحیه میتونستیم وارد معامله سل بشیم و همینطور معکوسش اینجا تقریبا شکسته دیگه. بله اینجا، حالا یا اینجا تو این 2 تا ناحیه که شکسته، اکسیلاتور هم معکوس شده و قیمت رو به بالا حرکت کرده. مثال دوباره بخوام واسهتون بزنم حالا روی یک جفت ارز دیگه.
روی این ناحیه بوده که البته اینجا خب میگم همون نکاتش خیلی ضعیف بوده اکسیلاتور حجم، یعنی اینجا اکسیلاتور ثبت شده ولی رو به بالا نبسته تا اینجا، یعنی حجم ضعیف و در واقع حجم خوبی نخورده و اونجایی که مشاهده میکنین دوباره برگشته رو به پایین و احتمال اینکه ما ضرر کنیم خیلی بالا بوده و در واقع آره دیگه احتمال سودمون خیلی می اومده پایین. پس حواستون باشه یکی از نکاتش اینه که شما باید حتما اکسیلاتور حجم رو نگاه کنید و صرفا بر اساس این نباشه. حالا با ذره ادامه اینجا قیمت دیگه شکسته، اکسیلاتور اینجا که شکسته تقریبا اینجا دیگه اکسیلاتور یک حجم خوبی رو زده و می شده اینجا وارد بشیم تقریبا روی این کندل و قیمت ریخته. مثال دیگه واسهتون مجدد بزنم، بعد میریم وارد لایو هم چند تا ترید انجام میدیم با این استراتژی. بهتر هم است وقتی که قیمت داره وارد یک رنج میشه معاملمون رو اینطوری نگیریم، یعنی در واقع وقتی که این سه تا خط ما ترجیحاً قرمز فلت میشن و زاویه خاصی رو به پایین بالا ندارن اصطلاحاً رنج میشه، معامله نگیرید، بهتره با این استراتژی. خب اینجا مجدداً رو به پایین در این ناحیه شکسته، اینجا حجم رو به پایین خورده و ریخته تا اینجا. خب حالا بریم چند تا معامله در مورد لایو مارکت بگیریم. خب اینجا تا به اون موقعیت داده، اینجا شکسته و اکسیلاتور حجم البته معکوس نشده. حالا ما اینجا خب موقعیت تا حدودی از دست رفته ولی حالا ما یه معامله میگیریم. صرفاً آموزش. خب بقیه ملات بله اینجا هم دقیقا شکسته تو این کندل و اکسیلاتور معکوس شده. اینجا میشه اگه فلت نشه ما معاملمون رو خب ببینیم تکلیف این دوتا معامله که گرفتیم چی میشه. من به خاطر اینکه تایم ویدیو طولانی نشه حالا معامله هم گرفتیم دوتا خوبه، تا این تکلیف اینا مشخص بشه من ویدیو رو پاز میکنم. خب این معاملاتی هم که ما اینجا گرفتیم به سود بسته شدن. من بیارم اینجا، بله دوتاشون به سود بسته شدن. حالا این هم از مثال هایی که لایو به مارکت زده شد. ما تقریبا اینجا معامله رو گرفتیم. اجازه بدیم این معامله یوروه، درسته، معامله یورو به جی پی وای این یکی عرضه. بله تقریبا این ناحیه بود. با توجه به این چیزی که گفتم ما بای گرفتیم و قیمت رو به بالا حرکت کرد. مطابق با استراتژی اینجا سیگنال شما دقیقاً هر دو شکستن، خط قرمز دو خط آبی رو شکست و اکسیلاتور حجم هم معکوس رو داد. و همینطور معامله یورو به یو اس دی من واسهتون بیارم، تقریبا این ناحیه بود. بله این ناحیه بود که ما سلش رو گرفتیم و البته اینجا سیگنال به ما داده شد ولی خب ما یه سری نکات داره دیگه. نکاتش اینه که اینجا اکسیلاتور حجم که معکوس شد
من اون موقع صبر کردم، اون موقع وارد شدم، با توجه به اینکه مارکت ریزش خوبی داشت. بعضی اوقات ممکنه خب این باعث ضررتون بشه این چیزی که الان گفتم، یعنی صبر کنید، ولی خب خیلی بستگی به کانسپت روند داره. حالا شما نگاه کنید الان اسیلاتور حجم از اینجا ریزشی شده بود و میشد متوجه بشی که خب حجمی که رو به پایین هست خیلی قویه و میتونه قیمت رو به پایین بره و اینجا منم یک سل گرفتم و با توجه به استراتژی سود شد. خب مثالای بیشتر حالا توی ویدیوهای دیگه، یک سری مجموعه ویدیوهای دیگه با استراتژی هایی که گفته میشه اونجا فقط ترید میکنیم و توضیحاتش اونجا میگیم. نکته دیگه راجع به این استراتژی نیست، فقط حتما اول توی محیط دمو با این استراتژی تمرین کنیم. من خودم الان امروز حدوداً چند تا یعنی تو لایو، حالا قبلش که داشتم تو دمو کار میکردم چند تا معامله گرفتم، یعنی قبل اینم یه چند تایی گرفتم که حالا داخل کانال تلگرام قرار میدم. ولی خب شما حتما اولش تو حساب دمو تمرین کنید. وقتی که روی این استراتژی تسلط پیدا کردید اون موقع حالا وارد حساب لایو بشید با مدیریت سرمایه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.